رحیم پروداکشن. وای خدا جانمیه، من همی عاشق شدم چی بالا. همین دختری همسایه اون تا دل ما وای دل ما گرم کرده که کلی گپ زنم گفتم توی دوست می‌دارم هیچی نمی‌تونم. السلام علیکم. نازه دختری خاله سلامتی چه خیلی؟ خاله مینا نافزه. کجا رفتی استی؟ مغازین برام گفتم. مغازین؟ مالادیس. دختری نغزی خود داکو. وای در بوی دخید ما بوم برومیه. خود دایجه کلان شده همسایه. من یه چیه بودم که من توی دوست می‌دارم. نمیرش یافتم اکو نمیرش دا زنگ بزنم. یکی داری همسایه یکی نیه بگه شرمندگی. یافتم. خود ما همین استا دور نزدیک میکنم شناس میکنم. بازی زنگ میزنم بیرون نای. ایش بو که زنگ زد استای. اوف جدا استای. الو. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. نغزی خوبیه. شناختی منو؟ نشناختم راستی باب. دختری خاله‌می من شما دا معقول شدگی وای شما ما دا معقول شدگی نشناختی؟ نه من خودت خوشرو میشناسم چخی من نمیشناسی؟ تو ما دا گنده معقول شدگی دا کشتارت ما دا توغوری غلطی دگی تسیز گپ زنه نشناختم مرا ببینی میشناسی پورا زمان کم ترک ایزا میکشم دا اگنی مرا میشناسی تو مقصد دوم؟ مقصد خودش همیه که توی بگیرم تمام من توی دوست میدارم خانه دگی جوه خانه ما کجا ده؟ خانه ما رو پروی خانه توی آخی رو پروی خانه ما قبرستانه بازی یک کار میکنیم میان شما و بابای مرگن یکان چی هست؟ نه چه خیلی بسیارا میگن که تخمینا زن دیمی بابای مرگن های شما زن چنده باشه؟ ما زن یکان چی نیست بابای مرگن شوی هفتم من نه اپام بود اویلادور بود وی بنده کلگه دراماتیک نه بیا پرنگ میکنیم کجا شما با بابای مرگن زن بزنیم اظهار محبت کنیم و بگن که ما میخوام که زن شما چی جواب میدم شما اویلادور؟ نه جوش داریم یکم فرزند داره؟ یک تن بیوم آدمی که دستایینی مقصد اول جای اول دا فرزندی مرا قبول کنه دیم سیم نمیشم یکم میشه؟ یکم میشم که اون زمانی که یازانش رفتگی باشه یازانش بنده کردم من همیشه شتایشو کردم یکان تاش مقصد با ما سال تولدم 2021 دادر آمدم سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه برنامه سیرهای نگفته را تماشا دارند. مهمان برنامه نوبتی ما حضور دارند یکی از شعرهای شناخته صنعت توجیه تخمین بانو. السلام علیکم. خوش آمدید با برنامه ما. رحمت. و تمنیت خود را با کلی اون افرادی که این لحظه ما شما را تماشا دارند بیان میکنید. السلام علیکم. رحمت که مرا به این برنامه دعوت کرده. خیلی چی بگم با برنامه را تا آخر تماشا کنم و سوالای جالب انشالله که در دوام برنامه هست. همه سوالتون جواب شد. تایید به قسمت سوال جواب. یکم سوال برای شما چنین داده میشود که شما چند سال هستید، از کجا هستید و با چی کار مشغول هستید؟ من حسن شهر بختر سال تولدم 2021 دادر آمدم. در اینجا زندگی میکنم. خیلی اکتریس بودیم مفیده هم شدیم. سبب ما از ترک کردن اکتریس شما سبب در چی شد که شما اکتریس بودین و از اون سرآینده شدید؟ من ترک نکردم اکتریسا گیرم ما حالی هم اکتریسایی کردستم اکم پیشنیادی که بابای مرگن آمدگی شونده من رد نکردم که چون اشتراک کردم نه که حالی هم اکتریسایی ما کردستم سرود همراه بابای مرگن اولین سرود شما بودن و رزولتات خوب نیست ایشان داد برای شما و برای بابای مرگن هم بازی یک کار میکنیم میان شما و بابای مرگن یکان چی هست؟ چه خیلی بسیارا میگن که تخمینا زن دیمی بابای مرگن های شما زن چنده باشه؟ من زن یکان چی نیست بابای مرگن شوی هفتم من
یعنی بابای مرگان شوی هفته شما یا پیش ای شما تصمیم گرفتین که ای خردسالی وقتی که با شوهر میبرین می هفته را حساب کردین که نه شما شنبه و یک شنبه نداره اکه امی وقتی دام کینوی که امی زنکالونی که ما بازی کردیم در همون جرالی ما خیلی بود که مثلا دیگونم عرض شکایت میکنم که ما همیشه شتای شو کردم یکون تاش مقصد با ما صوف نیامد یک تاکید باشه که نغز باشه خوب باشه مهربان باشه دبرد باشه بابا بمیرگن میگه آخه اینا ما چیکار کردم اینا ما با تق بیدیلی خودت اکم بعد ایمون توی من هفتم شو میساب میشه مقصد بعد در شما چی بگیم بابا بعد بگه چی؟ اوی نخود مرده که بیزنه بابی بگه نه بابی نگو بیا تخمین جان یک کار میکنیم وقتی که شما ثبت کلیپ رفتین بابای مرگن یکون بار با شما اظهار محبت یا یکون حسن شوخی نمیکرد اکه حسن شوخی در همه جا هست در وقت سیم کده اونه که اظهار محبت که خیلی با نست پنستایشمون ندارد بیا یک کار میکنیم یک بابای مرگن پرنگ میکنیم شما زنگ میزنین در چه خیلی که بابای مرگن مثلا در رفت برنامه در وقت سیونکا شما را حزل بکردن همشون مثلا نزده روز مثلا چه شوخی بین صنعتکارا میشوه بیا پرنگ میکنیم که شما با بابای مرگن زنگ بزنین اظهار محبت کنین و بگین که ما میخوام که زنی شما چی جواب میدن بله اگر که بابای مرگن تلفن تا بردو اگر تلفن جواب بده اگر نبردارم من جواب نمیکنم دیگه چی اگر جواب ندی بابای مرگن پا گیره سی رو تا پاش میکنی نه میبردارم پیشکی مسئله نکردم نه خوبه این شوی هفته میتازه نه چی اما شوی یک شنبه بودگی تایا این امروز یک شنبه فقط میبردارم شی یعنی استاد عزیز حضور رحمت کنه که تلفن نبرداشتین اگر تلفن میبرداشتین کپت دود میکرد برای تخمینه به نهایت گپای اودور برای شما میگفت آینده یگون شته یا یگون معلومات بشنوید خیلی متاسفانه وقتم بلندی کرد تلفن تخمینه بانو را جواب ندادین باشد با روز میگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب عزیزبک جورایف در یک چند ویدیو کلیپش نقش آفریدگین رول بازی کردگین میون شما و عزیزبک جورایف در جدای صنعت میدونم که نه اونقدر خوبه بکنم خاطر که یکون کلیپ بازی میکنین و اوتور اخچه داره شما اوتور اختونم لیک شما و عزیزبک رو چی با یکدیگر میپیوندد عزیزبک اکمو خش تاوره ما دختر تاوره عزیزبک میشم عزیزبک بچه مای یعنی عزیزبک بچه همه شما شما باز بالا این همه اتایت یعنی پدر شما دادای شما در کلیپی عزیزبک باز میکنم هم تمام گوشت مایده میخورد وقتی که شما همین نوار دیدین با پدر خود زنگ زدین چی گفت؟ هیچی گفتم خیلی مبارک شما رحمت گفت چی بنده که بچه هم گفتم خیلی کلیپتون تماشا کردم ای وقت دیدی میگم اگر شکران شما پدرتون زنگ بزنید بگو که پدر جان دادا جان من یک کلیپی نو کردگیم کردیسم میخوام که شما در اونجا یک رول حجویش بازی کنی یک کمدیش کو چی میگه با شما کویا زنگ بزنید یکی اخورات مفته من با گردنم بگیرم مقصد بگو که یک کلیپی حجوی کردیسم یا جدا رولی که باید گوشت بخوریم سپیڅل بگو اگر بشوم اگر بکلا بگیرم کو بکلا بگیرم دوستان عزیز تو زنگ زدن تخمینه بانو و پدر مهربانش و با اویدی پدر مادرش انشالله که برای هر یک شما معلومات میتیم از که میبینیم دادا جونی تخمینه چی میگه این در تلفن شکرانه خدا 6-7 داده بوده کود کدام یک الان میدارم Vamos que estaria aqui. Que estaria nisso, fui me ganhar.